قوه تواناتر از دانش نیست و شخصی که با دانش مسلح است هیچگاه مغلوب نمیشود. گفته بود بوره ماکسیم گورکی و واقعا هم این نمایش ما برای اونهایی است که میخوان سویه دانش خود را سنجند. شماره 90 آزمون تلویزیونی به پیش است منظور شما. چهار نفر امکان دارند که همراه با رفیقان خود با همسالان خود سویه دانش، مهارت، ملکه، حاضرجوابی خود را سنجند و این زمان من میخواستم که چون علاکه همه از قاعده نمایش با خبر هستند، نفرانی که میخوان که در آزمون ما شرکت بزنند خود را معرفی کنند. مرحمت. من شریفزاده شکرانه، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 80 ناحیه سینای شهر دوشنبه میباشم. شکرانه. من میبینم که شما تنها آمدید. یگان کس شما را همراهی نکرد؟ همصنفان من آمدن نتوانستند ولی من خودم تنها تصمیم گرفتم که به این آزمون آمده مهارت و استعداد خود را بسنجم. به چی شوق دارید؟ در وقت خالی چی کار میکنید؟ در وقت‌های خالیگی بیشتر به فن‌های گئوگرافیا، بیولوژیا مشغول میشم که فن گئوگرافیا از همه فنی دوست می‌داشته من میباشد که فقط با خریطه سر و کار گرفتن و من شوق و رغبتی زیاد میبخشد. بسیار خوب. من امین فیروز خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 شهر نورک میباشم. یعنی شما از شهر نورک اومدید؟ بله. مقصد من در این آزمون یعنی غالب شدن میباشد. من با این مقصد به این آزمون آمدم. خوب. خیلی مقصدی خوب ولی میبینیم که حالا چگونه نتیجه میدهد آزمون. مرحمت. من بصیر و زیبا خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه میباشم. هدف از آمدن در این آزمون در آن است که میخواهم سویه دانش خود را سنجم. من سعید فرزاد خواننده صنف 10 میباشم و در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 6 ناحیه وقت تحصیل میکنم و شغل دوست داشتم فوتبال میباشد و در بیکاری ها در وقت های خالگی با اثرهای ادبیات جهان سر کار دارم. خیلی خوب. شما از ناحیه وقت اومدید؟ بله. شاید درباره ناحیه‌تون یکم معلوم میدید به بینندگان چگونه ناحیه است؟ ناحیه ما یکی از ناحیه اقتصادی در تاریخ به شما رفته، بسیارتر در آنجا پختکاری رشد و رونق یافته. بله، یکی از ناحیه‌های پختکاری جمهوری است. بسیار خوب. فرزاد، زیبا، فیروز، شکرانه. خیلی خوب است که علاقه از شهر ناحیه‌های گوناگون به آزمون ما شریک میشوند. یعنی فرزاد از ناحیه وخش، فیروز از شهر نورک میباشد. همه شما از قاعده نمایش ما گواه هستید. بار صورت من بار دیگر تکرار میکنم. در شرط اول ما با شما سوال با وریانت ها پیشنهاد میکنیم و موافقی همون وریانت های شما رفته در چهار رنگ است، در رنگ موافق میستید و پس از گیران شدن انمو رنگ ما میفهمیم که کدام جواب به همین سوال موافق است. یعنی سوال 4 وریانت دارد و متناسباً ما 4 رنگ داریم. خوب، نفری که از 3 سوال به 2 سوال جواب درست میگرداند در دور اول میتواند که به دور دوم گذرد. در دور دوم به شما سوال و 20 ثانیه برای فکر کردن، در دور سوم سوال و 30 ثانیه برای فکر کردن، در دور چهارم در رنگ سرخ به شما سوال و 40 ثانیه برای فکر کردن وقت داده می شود و نفری که باز اینای غالبیت میرسد برای دریافت راهخط به یکی از کورس‌های آموزشی مرکز تعلیمی قلم مبارزه میبرد و ما سوال و 1 دقیقه برای فکر کردن به اون نفر هم میدهیم. و باور داریم که یک نفر البته از هر 4 شما نفر حتما به انمون زینه خواهد رسید. همه از ادبیات با خبر هستید، ادبیات کلاسیکی تاجیک. من حاضر 4 ادیب را نامبر میکنم. سوال اول در دور یکم. من حاضر 4 ادیب را نامبر میکنم. عبید زاکانی، هلالی، واصفی و مشفقی. به خاطر گید عبید زاکانی، هلالی، واصفی، مشفقی. یعنی اگر جواب همین باشد پس عبید زاکانی رنگی کبود، هلالی رنگی سبز، واصفی رنگی
زرد و مشفقی رنگی سرخ. 10 ثانیه فکر کنید و گویید مؤلف قصه موش و گربه کی است؟ وقت رفت. مؤلف قصه موش و گربه. وقت به انجام رسید. نفری از جایش نجنبید. عبید زاکانی هلالی واصفی مشفقی کی است؟ مؤلف موش و گربه. واقعا جواب درست است. یعنی هر چون شما به این سوال جواب درست گردانیدید. و سوال دوم، در این دوری ما سوال ها دشوار نیستند، به خاطر وقت هم کوتاه‌تر است برای فکر کردن شما. انگشت، پخته، نفت و چرم. با خاطر گرفتید؟ انگشت، پخته، نفت، چرم. موافقاً انگشت رنگی کبود، پخته رنگی سبز، نفت رنگی زرد و چرم رنگی سرخ. سوال چنین است: 10 ثانیه فکر کنید و رنگ رو انتخاب کنید که چی را طلای سیاه مینامند. وقت رفت. انگشت. مرحمت. رنگی کبود انگشت، رنگی سبز پخته، رنگی زرد نفت و چرم رنگی سرخ. وقت به انجام رسید. از جای نجنبیدید. فرزاد چرا طلای سیاه مینامند؟ انگشت را. فیروز چی؟ البته چطوری که ما میدونیم انگشت رنگ سیاه دارد و از همین سبب من یعنی با خاطر که رنگ سیاه دارد ها؟ بله. انگشت طلای سیاه است. جواب درست را میبینیم. طلای سیاه این نفت است. همه شما حالا با یک سوال جواب درست گرداندید و اگر حاضر به سوال سیوم هم نفری از شما جواب درست گرداند، پس میبینیم که کی وزنه دوم راه مییابد. درباره گروه های خون انسان معلومات دارید؟ گروه خون انسان چند گروه هست؟ 4 گروه هست. بله. کدام گروه ها؟ یکم، دوم، سوم، چهارم. از سوال از فن بیولوژی است. بله، سوال از بیولوژی است و توجه کنید به سوال. 4 گروه خونی انسان موجود است. گروه یکم، دوم، سوم، چهارم. ما نام های بیولوژی را نمیگوییم، یعنی به شما معلوم است که 4 گروه خونی انسان است. متناسباً گروه یکم رنگی کبود، گروه دوم رنگی سبز، گروه سوم رنگی زرد و گروه چهارم رنگی سرخ. 10 ثانیه فکر کنید و مفخه خود را اشغال کنید. کدام از گروه خونی انسان از همه کم یافت است؟ 10 ثانیه وقت. همه در یک رنگ استانیده. باز خوب، انتخاب شما است. وقت به انجام رسید. فرزاد برای چی گروه چهارم؟ از سبب که گروه خون چهارم کمیافت می باشد و از همین سبب من این رنگ رو انتخاب کردم. فیروز تخمیناً میدونید که چند فایز اهالی سیاره گروه چهارم خون رو دارند؟ متاسفانه این جواب رو نمیدونم، ولی انیق میدونم که موافق گفته طبیبان گروه چهارم این یکی از گروه می باشد که مقدار کمی آدمان به این گروه خون دچار میشوند. تخمیناً زیاده از 30% آدمان اهالی سیاره خونی گروه دوم دارند و عادتاً اکثریت این مردم را مردمی اروپا تشکیل میدهد. از روی گفته محققان زیاده از 20% اهالی سیاره خونی گروه سوم دارند و قسمت زیادی این نفران در قطعه آسیا وام میخورد. زیاده از 40% اهالی سیاره خونی گروه یکم دارند و همگی 5% اهالی سیاره خون دارد که مرمت گروه چهارم خون دارند. با جای خود میگذاریم. هر چهار شما امکان پیدا کردید که با دور دوم گذارید. مرمت همه شما یک قدمی به پیش، ولی حالا زینه اولی نمایش ما است. شکرانه
بغیر از تحصیل باز چی شغل علاوه‌ای دارید؟ چی رو میپسندید؟ بیشتر با رقص های خطلانی و میخواهم که باز بیشتر با خریطه شناسی مشغول شوم. یعنی رقص کردن رو دوست می‌دارید؟ بله بله. بسیار خوب. سوال با شما چنین است. 20 ثانیه فکر میکنید، 20 ثانیه فکر میکنید و گویید. سوال دشوار نیست. تراپزیا فهمیده هستید؟ یکی از فیگورهای گئومتری ها. با اندیشه شما شکرانه تراپزیا چند طرف دارد؟ 20 ثانیه وقت فکر کنید. تراپزیا چند طرف دارد؟ سوال دشوار نیست. شکل تراپزی را لکه تصور کنید چگونه است. وقت به انجام رسید. تراپزیا تخمینا شاید 4 طرف. تخمین یا چند تا؟ 4 طرف. 4 تا. تراپزیا 4 طرف دارد. بندشه شما. من جواب قبول کردم. شاید اگر حاضر شما گروهی یا رسام داشتید ممکن با شما دیگر جواب پیشنهاد میکردن. میدونی چند طرف دارد تراپزیا؟ تراپزیا 4 طرف دارد. درست است مرام. فیروز شما از نورک اومدید ها؟ بله. محض به خاطر نمایش شما از نورک اومدید. بله البته من میخواستم در این نظم اشتراک کرده سراوت دانش خود را تکمیل دهم و سوال هایی که در اینجا جواب نمیتوانم داده شاید آنها را دقیق تر و عمیق‌تر کنم. کدام جهت نمایش با شما جالب است که از خود نورک اومدید؟ جهت جالبی این برنامه به من پسند است. از آن خاطر پسند است که زیرا هر یک نفر قدم به قدم یعنی مرحله ها را پسی سر میکنند. درباره اهالی کره زمین معلومات دارید چقدر است؟ سوال ما با این وابستگی دارد و سوال چنین است. فیروز 20 ثانیه فکر کنید و گویید. زبان مادری اکثری اهالی دنیا کدام است؟ 20 ثانیه وقت. زبان مادری اکثریت اهالی دنیا کدام زبان است؟ سوال اونقدر دشوار نیست. کم ترک منطق رو به کار برید و الکی من فکر میکنم که جواب رو پیدا خواهید کرد. وقت به انجام رسید. مرحمت. با عقیده من زبان مادری بسیار دولت ها این زبان انگلیسی. زبان مادری ها؟ فیروز. خوب برند شما. زبان مادری اکثریت اهالی دنیا کدام است؟ مرحمت. جواب شما فیروز. انگلیسی. واقعا انگلیسی زبانی از همه پنجره دنیا است. زبانی دولتی بسیاری از دولت ها نیز هست. من به شما گفتم که منطق رو باید که به کار بریم. دولت سر اهالی کدام دولت است؟ دولتی چین. پس زبان مادری اکثریت اهالی دنیا این زبان خیتایی یا چینی است. درست؟ زیبا. باز درباره خودتون کنید معلومات دهید. باز چی مشغولیت‌های دوست داشته دارید؟ شغلی دوست داشته من این راویگی می باشد. بر راویگی خیلی شوق و رغبتی زیاد دارم. در وقت‌های بیکاری باشد به خواندن و مطالعه کردن اثرهای بدیعی مشغول می شوم. اثری دوست داشته دارید؟ کتابی دوست داشته دارید؟ کدام کتاب؟ میکروفون. اثر نظامی گنجوی این قصه خیر و شر می باشد. با شما سوالم میخواد. 20 ثانیه فکر میکنیم. سوال چنین است. دریای بی آب را در کجا دیدن ممکن است؟ 20 ثانیه وقت. دریای بی آب را در کجا دیدن ممکن است؟ زیبا. با عقب نمیگردیم. این سوال اول است. سوال دریای بی آب را ما در کجا دیده میتوانیم؟ فکر میکنیم. سوال دشوار نیست.
این سوال اول است. گروه یاردم کردن نمیتواند. وقت به انجام رسید. زیبا. ба ақидаи ман дарёи беоб вуҷуд надорад. ندارد. Не. لیکن من سوال من چون است که دریای بی آب را در کجا دیده میتوانیم؟ хушкӣ дар ҷойҳои хушкӣ. پس بود است که دریای بی آب را دیده میتوانیم ما. زیبا. дар ҷойҳои хушкӣ дида метавонем. دریای ҷое ки хушкӣ аст در جای онҷо خشکی دریا میشود؟ не نه. намешавад. بعد яъне дарёи беоб ها. вуҷуд надорад. وجود ندارد. не. خوب. اصلا که دریای بی آب وجود ندارد. ولی ما دریای بی آب را در خریطه دیده میتوانیم. زیبا. همین خیلی نیست؟ فرزاد نوبت به شما رسید. شما به کدام فن شوق دارید؟ من بسیارتر به فن ادبیات شوق دارم. به ادبیات شوق دارید. بسیارتر به من استاد ابوعبدالله رودکی پسند است و مکسیم گورکی، چون که من کتاب های بچگی مکسیم گورکی رو خوندم و یکی از برنامه‌های بهتر از دوست اشتراک کردم. بله شما اثری بچگی رو شما خونده بودید. من به یاد دارم در آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است اشتراک کردید یا اشتراک کردنی هستید؟ لایحه نوبتی ده اشتراک کردنم اما اشتراک نکرده بودم. سال گذشته اشتراک نکردید. امسال حتما اشتراک میکنید. بسیار خوب. بسیار فکر کنید فرزاد و گویید موضع از همه چقرترین کره زمین کدام است؟ 20 ثانیه وقت. موضع از همه چقرترین کره زمین کدام است یا چی نام دارد؟ نوای ماریانا در اقیانوس اروم میشه. یعنی شما الان وقت داشتید ولی از وقت استفاده نبردید. خوب کدام؟ نوای ماریانا اقیانوس اروم. نوای ماریانا اقیانوس اروم. در اقیانوس اروم. نامش؟ نوای ماریانا. نوای ماریانا. چقدر چقری دارد؟ 1148 بود. موضع چقرترین کره زمین 11 کیلومتر و 22 متر در پستی 11 کیلومتر و 22 متر و یا 11022 متر واقع گردیده است. آن در اقیانوس آرام جایگیر است. فقط نامش ماریانا. جواب درست است. برآمد. فرزاد و شکرانه امکانی اندک بیشتر پیدا کردن ولی حالا سوال های دیگر در پیش است. شکرانه در این دور به شما سوال پیشنهاد می‌گردد که واریانت دارد. به فن شیمیا توجه داره؟ اندک کمی. چرا اندک؟ نمیدانم ولی با فکر من کمی مشکل فهم است. درباره الیمنت های شیمیایی معلومات دارید؟ می‌دانید؟ کمی. سوال چنین است. 30 ثانیه فکر کنید و من حاضر 4 الیمنت شیمیایی رو نامبر میکنم. شما گویید که کدام الیمنت رو ما از همین قطار استثنا میکنیم میبرانیم و با کدام خاطر فهمو است. یعنی از میان 4 الیمنتی که من نامبر میکنم یکی زیادتی است و شما میگویید که کدام الیمنت زیادتی است و برای چی؟ گرمانی، اوران، نپتونی، پلوتونی. 30 ثانیه وقت. گرمانی، اوران، نپتونی، پلوتونی یکی از این الیمنت های شیمیایی رو ما از این قطار میبرانیم و با کدام خاطر؟ گرمانی، اوران، نپتونی، پلوتونی. گرمانی، اوران، نپتونی و پلوتونی. فکر میکنیم؟ سوال اونقدر دشوار هم نیست. اینجا هم کمتر منطق رو کار بلندر کن و وقتی ما نیز به انجام رسید. شکرانه. گرمانی، اوران، نپتونی، پلوتونی ما یک الیمنت رو از همین قطار میبراریم. برآمد. از فن شیمیا آنقدر و تصوراتی بیشتر ندارم ولی با فکر من این واریانت یکم است. گرمانی. بله. برای چی؟ برای آن که تخمین کردید؟ بله. گرمانی، اوران، نپتونی، پلوتونی. برای آنکه نامش رو بیشتر در درس ها نشنیدم شاید از همین سبب باشد. دیگر نام ها رو شنیدید؟ بله بسیار. اوران، نپتونی، پلوتونی. ولی جواب شما گرمانی. شکرانه. اوران به خاطر سیاره اوران نامگذاری شده است. فهمو؟ نپتونی و پلوتونی نیست.
номҳои ду сайёра ҳастанд, вале элементи германӣ ба шарафи давлати олмон ё германия аст. ҷавоб дуруст аст? марамад. тахмини шумо дуруст баромад. марамад. як қадам. савол душвор буд, саволи даври дуюм ба шумо? не. ман то ишора кардам ки бояд ки каме ба мантиқ чикор кунем, таваҷҷӯҳ кунем. гӯш кунед. савол ба шумо чунин аст. мувофиқи шоҳномаи фирдавсӣ, мувофиқи шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ, пайдоиши оташ ба кадом шоҳ мансуб аст? 20 сония вақт. ва дар ин дар ба шумо аст. марамад, агар ки хоҳед истифода баред, хоҳед аз вақт истифода баред. ки аз тарихи тоҷикон ба ман фаҳмо аст, давраи пайдоиши оташ аз даврони шоҳу шанг мебошад ки мувофиқи ин ақида аввалин маротиба ҳамин оташро шоҳу шанг кашф кардааст. чӣ тавр? яъне вай ҳангоме ки вай мехост мореро бо санг занад, дар ҳамин ҳолат санг ба санг бархӯрда оташ шарора меҷаҳад ва ман дигар тавзеҳ намедиҳам. ҷавоб дуруст аст. аз давраи шоҳу шанг. марамад. шумо низ ба пеш қадам мегузоред. зебо, саволе ки дар даври дуюм буд ба шумо саволи душвор буд? не, душворам набуд, не ки фикру андешавор метавид. зебо, духтур ба бемор пас аз ҳар ним соат 3 сӯзандорӣ пешниҳод намуд. духтур ба бемор пас аз ҳар ним соат 3 сӯзандорӣ пешниҳод намуд. дар давоми чанд муддат ҳамаи сӯзандориҳо гузаронида мешаванд? 20 сония вақт. шумо гурӯҳ доред, худатон фикр кунед. дар давоми чанд муддат ҳамаи сӯзандориҳо гузаронида мешаванд? ҷавоб доред? зебо, марамад. ба андешаи ман сӯзандориҳо дар муддати 1 соат ба бемор гузаронида мешавад. 3 сӯзандорӣ пас аз ҳар ним соат. пас аз ҳар ним соат 3 сӯзандорӣ. пас аз ҳар ним соат 3 сӯзандорӣ. ҷавоби шумо? 1 соат. 1 соат. 1 ним не? зебо. Не. пас аз ҳар ним соат 3 сӯзандорӣ. 1 ним? 1 ним соат ё 1 соат? 1 соат. 1 соат. хуб. ки пурра мекунад? аз сабаби он 1 соат аст ки зеро ҳангоми аввал гузаронидан сӯзандору, яъне боз баъд аз ним соат гузарон, 2 сӯзандоруро дар ним соат гузарон, сеюмашро дар 3 соат мешавад. яъне агар соати 10 расо сӯзандору якум гузаронида шавад, соати 10:30 сӯзандори дуюм ва аллакай соати 11 сӯзандориҳо ба анҷом мерасанд. ҷавоб дуруст аст. марамад. қариб ҳама дар як қатор. маълум аст ки хеле фаъол ҳам ҳастед. фақат андаке шукрона бо вуҷуди тахмин кардан қариб ба зинаи охир наздик омад. фарзод, савол ба шумо. номи кадом кишвар, савол вариант дорад. номи кадом кишвар, фарзод, номи кадом кишвар маънои нуқраро дорад? номи кишварҳо: венесуэла, аргентина, парагвай, колумбия. 30 сония вақт. венесуэла, аргентина, парагвай, колумбия кадоме аз кишварҳо маънои нуқраро дорад? венесуэла, аргентина, парагвай, колумбия. ба ақидаи ман ин варианти б мебошад. аргентина. дар куҷое хонда будам ки бисёртар аргентина нуқра истеҳсол мекунад. истеҳсол мекунад? ба дигар давлатҳо воридот мекунад. ҷавоби шумо? аргентина. аслан химия мехонед? мехонам. номи химиявии нуқра чи аст? нуқра худаш не, дуруст. номи лотиниаш чи аст пас? нуқра. номи лотинии нуқра
аргентиум аст. ва ҷавоб дуруст аст. марҳамат шумо гузаред. ва мегӯянд ки барои чи аргентина, мегӯянд ки вақте ки як сафари ҷаҳонӣ магеллан мешавад, вайҳо ба ҷустуҷӯи нуқра мераванд ва гумон мекунанд ки дар ҳамин маконе ки ҳозир аргентина ҳаст, гумон мекунанд ки онҷо нуқра хеле зиёд аст. мутаассифона ин гумони онҳо ғалат мебарояд, вале аз ҳамон замон номи аргентина ба ҳамин давлат монда шуд. ҷавоб дуруст аст. чун шукрона ва фарзод дар як радиф қарор доранд, ман ба ҳар дуи шумо савол пешниҳод мекунам барои гузаштан ба даври ғолибият. вале агар шумо ҷавоб надодед, пас зебо ва фирӯз метавонанд ки боз ба шумо баробар шаванд. хуб, фарзод ку ба варзиш шавқ дорад. шумо шавқ доред ба варзиш? ба ягон намуд? умуман футболро меписандед? фақат каме муассисамон камтар дуртар аст. ҳар саҳар медавед? то мактаб не намедавам, бо пои пиёда меравам. хуб. футболбози маъруфи ҷаҳон Пеле пас аз он ки китоби худ «Ман Пелеро» навишт, бо медали тиллоӣ вазорати маориф мукофотонида шуд. савол: чаро? ба андешаи шумо барои чӣ? 40 сония фикр кунед ва гӯед чаро пас аз навиштани ин китоб ба Пеле медали тиллоӣ вазорати маорифро доданд? воқеан футболбози хеле маъруф аст. Пелеро ҳатто шоҳи футбол мегӯянд. ҳамин хел нест? фарзод. чаро бо медали тиллоӣ вазорати маориф мукофотонида шуд? вақт ба анҷом расид. барои он ки ба андешаи ман аз рӯи ҳамон китоб кино филме офариданд ки ман ин Пеле номро дар яке аз филмҳо шунидам ва филми вай буд футбол. бале, филми воқеан филми хуб ҳам ҳаст. бале. ин варианти шумо? бале. фарзод чӣ вариант доред шумо? варианти ман айнан мисли ин аст ва ман ин кинои филми ин Пелеро дар оинаи нилгун тамошо кардам ва варианти ман ҳам ҳамин. футболбози маъруфи ҷаҳон Пеле пас аз навиштани китоби «Ман Пеле» бо медали тиллоӣ вазорати маориф мукофотонида шуд. медонед барои чӣ? ба он хотир ки бисёр нафарон танҳо ба хотири хондани ҳамин китоб хонданро ёд гирифтанд. фирӯз, савол ба шумо. баҳри Лазарев номи баҳр аст. дар кадом материк ҷой гирифтааст? Антарктида, Австралия, Африка, Авроосиё. 30 сония вақт. баҳри Лазарев ба ақиб намегардем? мумкин нест. дар кадом материк ҷой гирифтааст? Антарктида, Австралия, Африка, Авроосиё. чун ин саволи аввал дар ҳамин давр аст, шумо ҳуқуқи машварат кардан ба гурӯҳ надоред. фирӯз, танҳо фикр мекунед ва ҷавоб мегардонед. Антарктида, Австралия, Африка, Авроосиё. вақт ба анҷом расид. баҳри Лазарев дар кадоме аз ҳамин материкҳо ҷой гирифтааст? фирӯз. мутаассифона ман ба ин савол ҷавоби мушаххас надорам, аз сабабе ки маълумот камтар дорам ва тахмин мекунам ки шояд дар материки Авроосиё. шояд дар Авроосиё. уман ки ҳамин Лазарев ки буд, шумо медонед? олими рӯ муҳаққиқ буд. инҷо каме мантиқам аст. агар шумо ба ҷуғрофия таваҷҷӯҳ кунед, баҳри Лазарев дар кадом материк ҷойгир аст? ҷавоби охирини шумо, фирӯз. Авроосиё. Лазарев яке аз баҳрнавардони рус буд ва яке аз кашшофони қитъаи Антарктида ҳам ба шумор меравад. пас баҳри Лазарев дар соҳилҳои материки Антарктида ҷой гирифтааст. зебо.
سوال با شما. من حاضر 4 اثر رو نمبر میکنم، 4 اثری بدیهی رو، 4 رمان رو. یکی رو باید که از همین میانی 4 نفر استثنا کنیم و گوید که به کدام خاطر. توجه کنیم. رمان فردوسی، واسه، نواباد و دو خونده. 30 ثانیه وقت. کدام از اثرهای بدیهی رو ما از این قطار استثنا میکنیم؟ یعنی وای زیادتی است. فردوسی، واسه، نواباد و دو خونده. 3 اثر بدیهی، 3 اثر مشهور ادبیات معاصر تاجیک. کدام رو ما باید که از این قطار استثنا کنیم و با کدام خاطر؟ زیبا. ولو کم تر که وقت دارید فکر میکنیم. فردوسی، واسه، نواباد، دو خونده. وقت به انجام رسید. یک اثر رو ما باید از این قطار براریم. جواب شما؟ شاید این دو خونده باشه. شاید دو خونده باشد. برای چی؟ تخمین. تخمین کی باشد؟ فردوسی، واسه، نواباد، دو خونده. وارینت شما؟ فردوسی. فردوسی یا دو خونده؟ زیبا. یک بار دیگر سوال. خوب، سوالم این است کدام اثر رو از این قطار ما میگیریم، استثنا میکنیم و برای چی؟ اثرها فردوسی، واسه، نواباد، دو خونده. زیبا. جواب شما؟ دو خونده. دو خونده. دیگر نمیکنیم. من قبول کنم دو خونده رو. دو خونده. فردوسی، واسه، نواباد به قلم ساتیم الوغزاده تعلق دارند، ولی دو خونده به قلم استاد عینی. جواب درست است. هرچند شما تخمین کردید ولی تخمینتون درست برآمد. خوب، باز یک سوال دیگر به هر سه شما، به زیبا، به فرزاد و به شکرانه. من یک سوال پیشنهاد میکنم. نفری که جواب درست گردانید میتواند که در دوری خاتمه‌یابی شرکت ورزد. سوال چنین است. درباره کتاب سرخ معلومات دارید؟ کتاب سرخ کتابی می باشد که در آن کتاب حیوان‌هایی که در نیست‌شوی قرار دارند با داخل کرده می شود و یعنی عموما نه تنها هم جانوران بلکه اون رستنی های هم که الکی رو به نابود شوی آمدن در کتاب سرخ جای میگیرن. یعنی این کتاب، ولی سوال ما دیگر است. توجه کنیم. 40 ثانیه فکر کنید و گویید. در کتاب سرخ صحیفه‌های به اصطلاح سبز وامی خورند. در کتاب سرخ صحیفه‌های به اصطلاح سبز وامی خورند. در این صحیفه‌ها دایر به کدام نمود رستنی و جانوران سخن می رفته باشد؟ 40 ثانیه وقت. در کتاب سرخ صحیفه‌های سبز وامی خورند و در این صحیفه‌ها دایر به کدام نمود رستنی‌ها و جانوران سخن می رفته باشد؟ وقت دارید 40 ثانیه. وقت رفته ایستاده است. فکر کنید. در کتاب سرخ صحیفه‌های سبز وامی خورند. در این صحیفه دایر به کدام نمود رستنی و جانوران سخن می رفته باشد؟ وقت ولو به انجام نرسیده است. ما با همه، چون شما 3 نفر هستید، ما باید که تا آخر من اول فرزاد فکر کرده ایستاده است. با همون خاطر وقت به انجام رسید. مرحمت. با عقیده من این با سوال شما جواب من این است که در حیوان ها و رستنی هایی که در حالت نیست‌شوی قرار داشتند و آنها را به کتاب سرخ داخل کردند، ولی حیوان هایی که بر ضرر آدمان هستند مثلا حشرات ها آنها را هم به کتاب سبز، یعنی با صحیفه های سبز داخل کرد. بله. با عقیده من همین. زیبا چی وریانت داره؟ با عقیده من در صحیفه سبزی کتاب سرخ این رستنی های سبز و رستنی های سبز داخل می شوند و جانوران سبز. نه؟ فرزاد وریانت شما.
растаниҳои ва ҷонвароне ки дар ҳаёти мо бисёртар дида мешавад дар саҳифаҳои сабз ин гуна خب من جواب شما رو قبول کردم، شما دیگر امکان جواب دادن ندارید و من حاضر عین زمان مراجعت میکنم به تالار. اگر به همین سوال نفری از شما جواب درست گردانید پس در برنامه آینده ما حتما امکان شرکت ورزیدن دارد. مرحمت ما وریانت شما رو هم گوش میکنیم. کی مرحمت؟ من دادخانов умеҷон мебошам, хонандаи синфи даҳум. барояи ман дар ҳамон саҳифаҳои сабз ҳамон ҳайвоноту ҷонвароне ҷойгир шуданд ки яъне онҳо дар ҳолати нестшавӣ қарор доштанд ва баъди ба китоби сур дохил кардан миқдори онҳо зиёд шудане ки онҳо афзуданд, яъне аз ҳолати нестшавӣ барқарор шудани афзун шуданд. این تخمین شما است یا که چی؟ خیلی تخمین. تخمین شما است. بله. من 4 جواب شنیدم. در کتاب سرخ صحیفه های وا میخونند که آنها رو به اصطلاح صحیفه های سبز میگویند. در این صحیفه ها درباره نمودهای رستنی و جانوران سخن می‌رود که آنها از نابود شوی حفظ شدند. جواب شما درست است. ما شما رو در برنامه آینده انتظار می‌شویم. саволҳои ҷолибе доред ва мехоҳед онҳоро ба иштирокчиёни намоиши ба пешниҳод кунед. пас ин имкониятро аз даст надиҳед. саволи худро бо ҷавоби дуруст ва нишон додани манбае аз он гирифтаед ба нишонии шаҳри душанбе, кӯчаи шероз 31, телевизиони баҳористон равон намоед. нафарони фаъол ҳатман қадрдонӣ мешаванд. телефон барои тамос 221 95 24. فیروز اگر به سوال من جواب دهید پس شما با 3 نفر برابر میشوید و رقابت رو ادامه میدهید. خب 30 ثانیه وقت دارید. درباره بحر لازر فومان معلومات نداشته شما؟ متاسفانه معلومات شما نداشت. کیها انتارکتیدا رو کشف کردن نمیدونستید؟ معلوماتی انیق من اوید به کشف انتارکتیدا همین میباشد که اولین مراتبه ماتری که انتارکتیدا رو روس‌ها کشف کردند و ماتری که انتارکتیدا در قسمت جنوبی در نیمکره جنوبی کره زمین جایگیر است. متاسفانه اوید به این سوال من معلومات کمتر داشت. سوال با شما: از روی گفت متخصصان در عصر 19 کدام متل از طلا هم قیمت‌تر بود؟ وریانت ها: مس، نقره، آلومینی، تیتان. 30 ثانیه وقت دارید. گروه دارید. متخصصان میگویند که یکی از این متل ها در عصر 19 از طلا قیمت‌تر بود. مس، نقره، آلومینی، تیتان. مس، نقره، آلومینی، تیتان. فیروز اول شما فکر کنید و سپس ما جواب گروه را میشنویم. وقت به انجام رسید. مس، نقره، آلومینی، تیتان میگویند که در عصر 19 خصوصا در اروپا یکی از این متل ها از طلا هم قیمت‌تر بود. فیروز کدام باشد؟ بعدش شما. من با این سوال اوید با این الیمنت های گفته شما معلومات دارم. میز ممکن است معلومات یک کنم؟ بله. میز تو در جدول استماعی دوره دمیتری ایوانویچ مندلیف ماسه میز 64 گرم بوده. اون دو والنتا می باشد. کوپرو. و الемент دیگر الемент نقره یک والنتا بوده. ماسه اون 18 گرم رو تشکیل میده. آلومینی ماسهش 27 گرم بوده. ماسه اون 27 گرم رو تشکیل میده و اوید با الемент تیتان معلومات کمتر دارم. معلومات دقیق ندارم. با سوال دوده شما تخمین سوال با شما فهمو است. من باید تکرار کنم. فیروز میگویند که در عصر 19 یکی از این متل ها حتی از طلا قیمت خصوصا در اروپا. مس، نقره، آلومینی و تیتان. مرحمت فیروز جواب شما و بعد جواب گروه شما میبینیم. مرحمت. نقره از طلا قیمت‌تر بود در عصر 19. ها شما راضی هستید؟ نقره جواب رو دیگر نمیکنید.
نه فیروز درباره متالی که سخن درباره اون میرود در عصر 19 گفتیم در اروپا خصوصا در اروپا از طلا قیمت‌تر بود. آن را حتی ناپلیون بوناپارت این را متالی من گفته بود برای خودش. یعنی حتی در یکی از نمایشگاه‌های خیلی کلان پاریژ مصنوعاتی که از این متال بود در عصر 19 با تماشا گذاشتن و خیلی سرتماشابین هم بود. یعنی متالی بود که در همون عصر یکی از متال‌های واقعا هم لازمی بود برای ساختن اشیاء گوناگون اون که هر گونه چیز. و این متال آلیومینی است. حاضر در دور نوبتی یک مفهوم رو علامت‌هایش رو میگویم. از روی علامت‌ها نفری که پیشتر جواب درست گردانید به دوری خطبه میگذارد. برسه شما فرزاد، زیبا، شکرانه. من با نوبت از مرکب به ساده علامت‌های یک مفهوم رو نمبر میکنم و نفری از شما جواب درست داد به پیش میگذارد. ولی اگر جواب شما نادرست باشد شما به همین سوال دیگر امکان جواب گفتن ندارید. فهمو است؟ فرزاد فهمو؟ زیبا، شکرانه. تیار شدیم. آنها حالا نمیدونم آنها چی باشند. آنها در زمانهای پیش در دور عتیقه پیدا شدند و یک زمان فراموش هم شدند. حالا این البته مشخص نیست که درباره چی میرود، ولی اگر شما دانید مرحمت. آنها در زمانهای پیش یعنی عتیقه پیدا شدند و مدت فراموش شدند. نیست جواب. نشان دوم، عین زمان آنها یکی از چهاربینی‌های مشهور جهانی هستند. در زمانهای پیش پیدا شدند، یک زمان فراموش شدند و عین زمان یکی از مشهورترین چهاربینی‌های جهانی هستند. نیست جواب. آماده باشید گوید، اگر نباشید پس من باز دوام دهم. این بقیده من این جشن ساده باشه. زیبا، من گفتم سراسیمه نشوید. الکی زیبا، شما امکانی جواب دادن به این سوال رو پیدا نکردید. تمام. فرزاد و شکرانه. این چهاربینی ها هر 4 سال یک مرتبه برگزار می شوند. این چهاربینی ها شکرانه و فرزاد هر 4 سال یک مرتبه برگزار می شوند. دوی ملی بود. دوی ملی؟ نه دوی دیگر دو. فرزاد جواب شما. الکی شما جواب شما. بازی های المپیک. جوابی وارنت آخرینی من بازی های المپیک. باز شما هم امکانی ممکن شاید امکانی جواب دادن به ادامه سوال رو از دست دهید. فرزاد آنها شکرانه در زمانهای پیش عتیقه پیدا شدند، مدت فراموش شده بودند. عین زمان از زمره چهاربینی های مشهور جهانی هستند. این چهاربینی ها هر 4 سال یک مرتبه برگزار می شوند. این چهاربینی ها نمودهای تابستانه و زمستانه دارند که بازی المپی هستند. مرحبا بذارید شما. زیبا سراسیمه شدید. کم ترک. ولی حالا برنامه ما به انجام نرسیده است. اگر حاضر با سوالی که من پیشنهاد میکنم فرزاد 1 دقیقه فکر کرده جواب درست گردانید، پس شما غالبی نمایش امروزه و صاحب راحت با یکی از کورس‌های تعلیمی مرکز آموزشی قلم میشوید. با چی شوق دارید فرزاد؟ با آموزش کدام فن؟ با آموزش زبان انگلیسی می باشم که من طول 2 ماه می باشد که درسی لغوی گرفته شدم. پس مرکز قلم کورس‌های آموزش انگلیسی زبان انگلیسی دارد. اگر شما با سوال ما جواب دهید. اروپایی ها فرزاد وقتی که با استرالیا آمدند از اهل قبیله محلی پرسیدند این جانورهای عجیب و غریب جهنده
چی هستند یا چی نام دارند؟ تهجوی‌ها در جواب گفتند کنگورو. تهجوی‌ها در جواب گفتند که کنگورو. این کلمه نام جانور نبود. این کلمه نام جانور نبود. بلکه آنها گفتن میخواستند که چی گفتن میخواستند؟ یک دقیقه وقت. اروپایی هایی که به استرالیا آمدند یک جانور عجیب جهنده دیدند و از ساکنان محلی پرسیدند که این جانورهای عجیب و غریب چی نام دارند؟ تهجوی‌ها گفتند که کنگورو. ولی این کلمه نام جانور نبود، بلکه ساکنان محلی گفتن میخواستند که چی گفتن میخواستند؟ حالا نیم دقیقه دیگه برای فکر کردن دارید فرزاد؟ یعنی این کلمه به زبان آنها چی معنا داشت؟ وقت قریب انجام رسید. فرزاد وقت انجام رسید. من بار دیگه تکرار میکنم. وقتی که اروپایی ها به استرالیا اومدن یک جانور عجیبی جهنده دیدن که بود و پای میجهد و از ساکنان محلی پرسیدن که این جانور چی نام دارد و او گفتن که ساکنان محلی گفتن که کنگورو. ولی کنگورو نام جانور نبود، بلکه آنها چی گفتن میخواستن؟ جواب شما؟ میخواستن گفتن که نام آن جانور شترمرغ امو بود. نام کنگورو؟ نه. من بار دیگه تکرار میکنم، شما توجه کنید. اروپایی ها به استرالیا اومدن و از ساکنان محلی پرسیدن که این جانورهای عجیب و غریبه که می جهان با دو پای چی نام دارند؟ ساکنان محلی گفتن که کنگورو. لیکن کلمه کنگورو نام جانور نبود، بلکه ساکنان محلی گفتن میخواستند که فرزاد چی میخواستند گویند؟ جواب شما؟ نیست جواب؟ متاسفانه جواب ندارم. نداره. آنها گفتن میخواستند که نمیفهمیم. این بود جواب اخیر. متاسفانه فرزاد شاید شما در نمایش‌های دیگر شرکت ورزید و حتما صاحب راحت شوید. ما این راحت رو با برنامه دیگری میمونیم، با برنامه دیگر واگذار میکنیم. شاید در برنامه آینده نفر به جای شما بیاید و در جای شما با غالبیت و شاید خود شما در یکی از برنامه اشتراک کنید و صاحب راحتی شوید. ولی به هر صورت شما از دیگرها پیش قدم بدید، از دیگرها یک قدم به پیشتر آمدید. میخواهید در نمایش ما شرکت ورزیده دانش و جهانبینی خود را سنجید؟ پس شتابید. نشان ایمو شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان. نمایشی با پیش. تلفن برای تماس 221 95 24. فیروز چی تاثیرات دارد؟ تاثیرات من از این برنامه در آن است که سوال‌هایی که من نمی‌فهمیدم از این سوال‌ها جواب خود را گرفتم و در آینده کوشش میکنم که در همه گونه چاره‌بینی‌ها زودتر تستر یعنی اشتراک کنم. فیروز سوال‌ها دشوار بودن؟ سوال‌ها دشوار نبودند، چون من از فن گئوگرافیا کم ذهنی من کمتر سوست می باشد. از همین سبب سوال‌های از فن گئوگرافیا به من مشکلی یگان چی گرفتید به خود؟ بله البته من سوال. تشکر. من حس کردم که زیبا اندک شتابکاری به شتابکاری راه میدهید. اوما که در همه حالت همین خیلی شتابکاری میکنید زیبا؟ نه کمتر سراسیمه شدم از همین سبب. بله همین سراسیمگی باعث شد که هم باعث شد که به پیش بیایید و هم باعث شد که از امکان دادن جواب به سوال محروم شوید. چی گرفتید به خود؟ من به خود چی سوالی که نمیدانستم از خود کردم و چی سوالی رو که میدانستم پیشکش شمایان گردانیدم و دانش خودم رو صیقل دادم. در اول گفتنی هستم که سوالی که اول به من پیشکش گردید خیلی جالب بود. کدام؟ در کجا دریا و نمیخوره؟
یعنی ما دریای بیاب رو در کجا دیده میتوانیم؟ بله همین سوال خیلی به من جالب انا تر اون بود. وقتی که شما خریطه رو دیدید حتما دریای بیاب رو من بعد میبینید. خوب شکرانه. من با یک تیاری جدی به اینجا آمدم و از یک بار دیگر من با یک تیاری جدی به این برنامه آمدم و فکر کنم که به این سوالهای شما بیشتر جواب گردانیدم، ولی در رفت آخر کمی هوشیاری و زیرکی را طلب میکرد و از این رو افتاده نیستم و میخواهم در برنامه دیگر با همراه همسیفانم آمده اشتراک نمایم. یعنی دیدید که با خود گروه داشتن چه خیلی خوب بود است. من ببینید هم زیبا هم فیروز و هم فرزاد از گروه خود ثمرناک استفاده بردن. فرزاد شما از خود نوحه وقت اومدید محض به خاطر نمایش ما. مقصد من در این آزمون سویه دانش خود رو بلند برداشتن بود و چطوری که معلوم شد من به هدف خود رسیدم و من راه خط رو نگرفتم و از این رو افتاده نیستم. شاید خودتون قید کردید که در برنامه های دیگر اومده راه خط رو گیرم. و تشکر که از خود نوحه وقت اومدید و محض به خاطر نمایش شما ما با شما سوال سپاس میکنم. ما به همه شما سوال سپاس میکنیم و ما من بعد نیست همین گونه با نفرانی که همراه با اشتراکچیان میبینن سوال با استودیو پیشنهاد میکنیم و این زمان امید امکان دارن که در برنامه آینده ما شرکت ورزن. ما شما رو دعوت میکنیم و باقی سپاس به همه شما که با برنامه ما اومدید. ما با واسطه شما توانستیم که چند سوال به بینندگان پیشنهاد کنیم و نگفتن همون که نفرانی که هم میخوان شرکت ورزند و هم میخوان با ما سوال فرستند با ما مراجعت کنند و ما حتما هم سوال های جالب رو در برنامه جمع میکنیم از اون بینندگان و هم نفران فعال رو به برنامه دعوت میکنیم. اینجا شماره نوبتی آزمون تلویزیونی به پیش پایان میپذیرد. تا بازدید.